گرمای طاقت‌فرسا در اروپا که تاکنون کم دیده شده است برای بسیاری‌ها به یک خطر مرگ‌آور تبدیل می‌یابد. دینا گاتزله 85 ساله در روم تنها زندگی می‌کند. در این وضع آسیب پذیر است زیرا در صورت یگان فلاکت کسی نیست که به کمک او بشتابد. با وجود این گاتزله میگوید با خاطر آسوده زندگی می‌کند زیرا به شرافت تکنولوژی‌های هوشمند کسی هست که او را نظارت کند. دستبندی گاتزله الکترونی است که به گروه ماموران طبی و اجتماعی امکان می‌دهد از وضع صحتی او آگاه باشند و نیازهای طبیش را پیش بینی کنند. این ابزار نبض دل، خواب و افتادن ناگهانی پیرزن را ثبت می‌کند و در حالت‌های فوق‌العاده ماموران به یاریش می‌شتابند. حالا که حرارت در روم به 40 درجه رسیده است، مقامات دستبند را وسیله مهمی پیشگیری از خطر برای صحتی ارزیابی می‌کنند. پیر پومنتی روانشناس و هماهنگساز مرکز دستگیری این طرح در یک داروخانه است. این دستبند در این گرما برای پیرانسالان نهایت مهم است، به ویژه برای آنکه فشار خون آنها پست و نبضشان سست‌تر می شود. آنها واقعا از گرما رنج می کشند و این ابزاری ضروری است. ما اینچنین درک کردیم که این وسیله به آنها کمک می کند تا با وجود گرمای شدید و عرق زیاد خود را آرام نگه دارند. دستبند رایگان تقسیم می شود و بخشی از طرح امین نگه داشتن پیرانسالان با ارزش 456 میلیون دلار است. طرح را سال گذشته شهردار ریم با مبلغ گذاری اتحادیه اروپا برای دوران پس از کووید آغاز کرد. بر اساس طرح همچنین پرستاران همه روزه به پیرانسالان احتیاجمندان زنگ زده میپرسند که داروهایشان را گرفتند و یا در این گرما چه حال دارند. گاهی همین گونه به درد دلشان گوش میدهند تا خود را دلتنگ و تنها احساس نکنند. هرچند بعضی‌ها به دلیل نگرانی از دخالت به حریم خصوصی به این فناوری پیشرفته با شبهه می‌نگرند، گاتزله اهمیت آن را خوب درک می‌کند. من پیشتر یک گربه داشتم اما آن هم مرد. من برای آن کمک خواستم که گربه زیبایی بود. دیگر آن را ندارم. حالا اگر حالم بد شود این دستبند وسیله نجات من است. من آن را همین طور می‌بینم.